برنامه نوبتی عرفان را با تازه ترین و مهمترین اثری به تازگی روی چاپ آمده که عنوان دارد انشاءات دوران استقلال منظور شما می نماییم. نفس کشیدن از هوای عطرآمیز و معطر وطن، قدم زدن در فضای آباد و آرام دیار، نظر کردن به فواره های پرخروشی که نگاه ما را به زندگی جلوی تازه‌ای می بخشد استقلال است و رسیدن به قدر این آسایشتگی و ثبات جامعه و کوشیدن بهر آبادی های ملت و وطن فضیلت نیک انسانی است. عبدالرحمن احمدوف از زمره شخصیت هایی است که همه پیشروی و بردباری ها و رسیدن به آرزوهای نیک خود را سازندگی های وطن می داند. پیوسته تلاش می ورزد تا به آیندگان آثاری گرانبهایی به میراث گذارد. البته با زیور چاپ پیراسته گردیدن کتاب انشاءات های دوران استقلال آرزو و نیت های نیک مؤلف را برآورده گردانید.